اگر این تصمیم پاره بشه میتونه کلی خرج برای موتور ماشینت ایجاد کنه. اسمش تصمیم تایمه. خیلی از رانندگان نمیدونن که کی باید این قطعه عوض بشه و چه نشونه‌هایی مبنی بر خرابی این قطعه هستش. عمر مفید این قطعه به طور میانگین 60,000 کیلومتر است. عواملی مثل رانندگی با دور موتور بالا، نشت روغن موتور و ضد یخ میتونه عمر مفید این قطعه رو کاهش بده. از نشانه‌های خرابی این قطعه خارجی از سطح تصمیم تایم، تیکه تیکه شدن سطح تصمیم تایم، خروج دود از اگزوز به هنگام استارت زدن، سخت استارت خوردن، شنیده شدن صدای جیجیر و تیک تیک از خواب تصمیم تایم، لرزش موتور به هنگام عملکرد میباشه. اگر خودروی دست دوم گرفتید چون معلوم نیست که کی تصمیم تایمش عوض شده، حتما به یک مکانیک نشون بدید تا لحاظ ظاهری روش نظر بده. اینجا با کمترین هزینه میتونی مثل یک حرفه‌ای از خودروی خودت مراقبت کنی. این پست رو سیو کن و بفرست برای دوستات.